از نزدیک 9 ماه ایشون سکوت کاملا رسانه‌ای داشت و یه جورایی داره ما تنگ شده بود به علی دایی. به حال کاریزمای رسانه‌ای حداقل داره علی دایی که بازگشت فوتبال میتونه باعث جذاب‌تر شدن لیگ ما بشه و جذاب‌تر شدن فوتبال ما. مصاحبه علی دایی رو ببینید. رسید در مورد آقای حجازی هم آخرین تماسی که ما داشتیم با آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازیشون، خدا رو شکر وضعیتشون بهتر هست و ان شاءالله با دعای خیر شما به زودی سلامتی کامل خودشون رو هم به دست خواهند آورد. بریم مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی علی دایی و مصاحبه اختصاصی که بچه‌ها ما باش انجام دادن رو ببینید. برمیگردیم در مورد داوری مسابقه سوار قم و پرسپولیس هم صحبت خواهیم کرد. شما فرمودین تو کنفرانس هم که دیگه رنگ ها الان کنار رفته، فوتبال حرفه‌ای شده. احتمالش پس بیشتره که از دستیار شما از پرسپولیس سابق نباشن. نه ببینید، من اصلا چیز نمی‌کنم، شاید هم باشن، اما میگم الان تو فوتبال حرفه‌ای دنیا اصلا این مسائل مربوط نیست. کسی که قرارداد میبنده متحد به اون قراردادش هستش و باید واسه اون باشگاهی که توش کار میکنه فعالیت بکنه و به نظر من این مسائل کهنه شده. موقعی که ما الان قراردادهای حرفه‌ای میبندیم و باشگاه مثل پرسپولیس اومده چنین هزینه‌هایی کرده، به نظر من اصلا نباید فکر این باشیم که مثلا این قرمز، آبی، سبز رنگا رو نباید دخالت بدیم. اومدیم همه کار بکنیم و انشالله با انتخاب کادر فنی هم ما سعی میکنیم که بهترین کادر رو انتخاب بکنیم. طبیعتاً کسی می‌بینین که با شما باش راحت‌تر باشین دیگه. مطمئنا ببینیم من با کسی کار میکنم که باش راحت باشم، حرف همدیگه رو بهتر بفهمیم، بهم بتونه کمک بکنه، باری از رو دوش من برداره، نه اینکه باری رو دوشم بذاره. حالا تو استادیوم بعضی موقع جو علیه شما بود تو تماشا. الان به عنوان جوگه شما سرمربی تیم پرسپولیس، اگر یه عده‌ای با شما مشکل داشتن باید اون الان بزنن کنار به خاطر تیم پرسپولیس، چه صحبتی با کلا هوادار و اون عده داریم؟ به نظر من هواداره ما با من مشکل ندارن. ما طرفدارای فوتبالمون همه از قشر اکثرا جوون هستن. قشر جوون هم همیشه احساساتی هستش و احساسی عمل میکنه. من الان تو بیرون که هستم نشده یک بار یه نفر به من توهین بکنه. همه ما رو دوست دارن و من خوشحالم که چنین اعتقادی مردم به ماها دارن. شما به نظرم کسی سراغ نداشته باشی که تو استادیوم بهش توهین نشده باشه. بیان امتحان کنن یه بار ازشون. من این خواهش رو دارم که یه بار بیان تیمشون رو تشویق بکنن. اگه عقبم بود ببینن که این دفعه تا دقیقه 94 تا اون دقیقه تیمشون رو تشویق بکنن، ببینن که ضرر میکنن یا تیمشون موفق تر عمل میکنن. بله، حالا موفقیت میکنیم برای علی دایی در پست جدیدی که گرفته سرمربی تیم پرسپولیس. ما میگم خیلی دوست داشتیم